زن 34 ساله خانه‌دار و 2 فرزند داشت. میگفت افسرده و عصبی شده و سر بچه‌هاش داد میزنه و گاهی کتکشون میزنه، اما بعدش عذاب وجدان میگیره و گریه میکنه. خواست کمکش کنم که بچه‌هاش آسیبی نبینن. گفتم دیگه سر چه کسایی داد میزنی و پرخاش میکنی؟ گفت فقط سر همسرم و بچه‌ها. سر کوچکترین چیز عصبی میشم و اصلا دست خودم نیست و نمیخوام آدم خودخواهی باشم. این جمله نشون میده که سالها از خودخواهی یکی از والدین رنج میبرده و نمیخواد شبیه اون بشه. گفتم به سوالم خوب فکر کن و جواب بده. از خودخواه بودن چه کسی رنج کشیدی؟ آه عمیقی کشید و گفت مادرم. فقط به فکر خودش بود. هیچ وقت درد و رنج ما براش مهم نبود. گفتم با رفتارهای مادرت تو چه حسی به خودت داشتی؟ آهی کشید و گفت احساس میکردم مهم نیستم، اضافی هستم. گفتم چه حسی به مادرت داشتی؟ گفت دوستش نداشتم، ازش ناراحتم، اما بخشیدمش. چشمانش پر از اشک شد. گفتم اما این اشک‌ها چیز دیگه‌ای میگن. گفتم ناراحتی‌ها و رنج‌هایی که کشیدی باهاشون چیکار کردی؟ تونستی اعتراض کنی؟ گفت نه، ناراحتی‌هامو قورت میدادم. گفتم ناراحتی‌هاتو قورت دادی و الان اگه هر رفتاری از بقیه که فقط بوی اینو بده که تو مهم نیستی و بی‌ارزشی تو رو به مرز جنون میرسونه و عصبی میکنه؟ گفت دقیقاً. گفتم و همه اون خشمی که اون روزا داشتی و قورت دادی الان سر این آدما خالی میکنی. انگار ناخودآگاه داری سر مامانت داد میزنی. گفت آره، موقعی که بچه‌ام به حرفم گوش نمیدن و یا شوهرم حرفی میزنه که حس میکنم مهم نیستم، خیلی عصبی میشم. گفتم فکر میکنی بچه‌هات چه حسی به تو دارن؟ از اثری که روی بچه‌هات میذاری خبر داری؟ با بغض گفت یعنی ازم متنفر میشن؟ گفتم من اگه مادری داشته باشم که منو کتک میزد حتما حالم ازش به هم میخورد. گفتم آیا دیگران هم برات مهمن که تو رو زن خوبی بدونن که خودخواه نیست؟ گفت خیلی برام مهمه. همیشه صدم رو برای بقیه میذارم. گفتم این که مجبور باشی همه رو راضی نگهداری خیلی سخته. در تو خشم ایجاد میکنه. گفت آره، وقتی محبت‌های منو نمیبینن و قدر نمیدونن خیلی اذیت میشم. گفتم تو هر کاری میکنی برای نیاز خودت میکنی. تو نیاز داری در نظر همه خوب باشی و خودخواه نباشی. منتی سر بقیه نیست. گفت گاهی حس میکنم ازم سوء استفاده میکنن. گفتم سوء استفاده میکنن یا خودت رو مورد سوء استفاده قرار میدی؟ گفت درسته، خودم رو مورد سوء استفاده قرار میدم. گفتم مامانت چقدر به تو میگفت که بابا خودخواهه و قدر خوبی های منو نمیدونه؟ گفت همیشه میگفت، همیشه. شما از کجا فهمیدین؟ گفتم از آسیبی که دیدی. سالهاست مادری داشتی که قربانی بوده و از پدری که قدر محبت‌هاشو ندونسته و خودخواه بوده قصه خورده. درد دل می‌کرده و تو رنج مادرت رو دیدی. حالا در بزرگسالی هر فردی در اطراف تو رفتاری داشته باشه که فقط حس کنی قدر محبت‌های تو رو نمیدونه، تو رو عصبی می‌کنه و رنج زیادی رو در تو به وجود میاره. گفت حتی بچه‌هام. بارها بهشون گفتم که من اینقدر زحمت می‌کشم، چرا به حرف من گوش نمیدن؟ گفتم مادر تو هم این جملات رو میگفت؟ گفت همیشه. میگفت که چقدر تو این زندگی زحمت کشیده و به خاطر ما توی این زندگی مونده. برای درمان این خشم‌های قورت داده وارد فرایند روانکاوی شدیم. تا این احساسات سرکوب شده و حرف‌های نگفته درمان نشه، پرخاشگری این فرد نسبت به عزیزانش از بین نمیره.